قرآن چی میگوید؟ قرآن میگوید استعیذ بالله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شما بر اسم پروردگاری چنگ بزنید، همه متحد باشید، سرجم باشید، دست به هم دیگر بدهید. در اصطلاح مردمی خودمون میگوید همه از یک گریبان سر بردارید، یعنی همه سرجم باشید، متحد باشید. ولا تفرقوا، هرگز تفریقه انگیزی نکنید، فتنه انگیزی نکنید. تفریقه و فتنه و اختلاف و نزاع تمام خیر و برکت پروردگاری رو از بین میبرد، چی در دایره خود چی در دایره وسیع. پس میگوید این همه خصلت‌های نیک رو در زندگی عملی کنید تا اینکه سعادت دنیا و آخرت رو برایتان بدهم. استعیذ بالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. هیچ کسی رو تغییر نمیده، به سعادت نمیرسوند مگر اون انسان سعی کند، تلاش کند، مهنت کند، زحمت بکشد. پروردگار این دنیا رو دنیای زحمت و مهنت و عبادت و مشقت آفریدگی هست. برای همین هر چقدر که مهنت کردی باز مهنت کن، هر چقدر که مانده شدی باز مهنت کن. نگو مانده شدم، خسته شدم، بس است. در این دنیا بس گفتن